سلام. امروز خوشگرود هستیم. یک ابداع و اختراعی که مبتکرش آقای استاذفر دلیری بودن. یک پمپ آبیه که بدون انرژی خاصی داره آبو پمپاژ میکنه از یک ارتفاعی به ارتفاع دیگه. سلام، خسته نباشید آقای دلیری. خوبین؟ سلام، سلامتی؟ خیلی خوش اومدید. تشکر میکنم از مهندس. من در خدمتتونم. آقای دلیری، این پمپی که شما درست کردید نحوه کارکردش چطوریه؟ این با فشار آب کار میکنه مهندس. با فشار آب کار میکنه. هر چقدر شیب آب زیاد باشه پرتاب این، یعنی ارتفاع زیاد میخوای مثلا 100 متر میخوای ارتفاع بزنی باید 10 متر شیب داشته باشه. ورودی آب که به وارد این دستگاه میشه، این دستگاه باید تقریبا 10 متر شیب داشته باشه، 120 متر بزنه ارتفاع. 120 متر ارتفاع پرتاب آبه. بله، 2 کیلومتر مثلا دامنه کوه بکشی ببری کشاورزی. آها، خیلی عالی. و اینا چه فرقی میکنه؟ این با این دو تا فلنج داره، یه مخزن. این یه فلنج داره، یه مخزن. به هر سایزی، به هر قدرتی بخواید من اینو درست میکنم. بعد این نیاز به برقی، گازوئیلی، گاز هیچی نداره. نه خیر، هیچی نمیخواد، فقط پشتش آب باشه. یعنی تو رودخانه ها میشه اینو کار گذاشت. این بدون رودخانه مثلا آب راکت کار نمیکنه. خب یه امتحان کنیم به یه ان شاء الله. بله، چشم. اینو روشن میکنید؟ بله الان روشن میکنم. این یعنی در واقع از اینجوری که داره میپوشه آب به سمت بالا، این آب همین برمیگرده دوره به چرخه دیگه. نه این تبخیر میشه، اینا تبخیر میشه. نه اگه رودخونه باشه این رودخانه دیگه دوباره همین رودخانه. بله هر چی کار کنه فکر این شبانه روز همینجوری کار میکنه. شبانه روز کار میکنه. Ona bakma hacı. O ara narkından bildi.